خدمات مطبوعاتی حوثیان آشوبگر در یمن ویدیوی پرتاب موشکی را نشر کردند که از منطقه نامعلوم کشور پرتاب شده است. به گفته آنها هدف موشک عربستان سعودی بوده است. موشکی که روز گذشته به سمت شهر ریاض پرتاب شد، نیروهای ضد موشکی عربستان سعودی محو کردند. معلوم نیست این همان موشک است یا موشکی دیگر. نمایندگان ائتلاف تحت رهبری عربستان سعودی که با آشوبگران حوثی می جنگند می گویند که موشک اندازی می توانست سبب جنگ غیر مستقیم سعودی با ایران در داخل یمن شود. تهران از آشوبگران حوثی که حکومت قبلی یمن را سرنگون کردند پشتیبانی می کند. آشوبگران میگویند که هدف موشکی پرتاب کرده آنها در روز سه‌شنبه قصر یمام بود که آنجا نشست رهبران بلندپایه عربستان سعودی جریان داشت. نیکی هیلی سفیر امریکا در سازمان ملل گفت که حمله ها علامت های دارد که به دست داشتن ایران به آن دلالت میکند. درباره تلفات و یا زیان موشک در عربستان سعودی گزارش نیست. اما در یمن به گفته سازمان ملل از اول همین ماه در حمله های نیروهای ائتلافی 130 غیر نظامی کشته شدند.